خوب بودم به مرور. به 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 ستون گنگ قربونت خاورمیانه. قربونت برم. چه نور خوبی چطوری؟ داری تو نسبت به من. چی؟ میگم چه نور خوبی داری تو نسبت به من. شاهین برام چی داری این لایت رو نمیذاشته. به خدا ای بابا ای بابا، بسوز پدر بی امکاناتی. چه خبر؟ سلامتی. از موهام مشخص نیست چه خبر بوده. چرا؟ اشغال. این کارا باشگاهشو میکنیم. با ما میای، اشغالشو با بقیه میری. ای بابا ای بابا. آقا من یه سوال دارم از شما دوست عزیز. جان. خال زنک به چه کسی میگویند؟ خال زنک به کسی میگوین که خبر میبره میاره. و دیگه؟ دیگه من تا اینجا شوندم شما. تا اینجا شما بلد بودم. آره من تا اینجا شو بلد بودم. خب به خیلی نظرت تولدت مبارک. خب به نظر چرا در مورد شاهین میگن که شاهین خاله زنکه؟ آیا تویی که اونجا با ما زندگی کردی همچین نظری داری یا خیر؟ شاهین خال زنک. ببین من یکم با این مشکل دارم واسه اینکه شما نمیتونی بری کتاب خونه مثلا غذا بخوری یا بری باشگاه کتاب بخونی. وقتی توی یه برنامه شرکت میکنی که کانسپت برنامه ازت اونو میخواد، یا باید اونجوری اجرا کنی یا اینکه مثل اون 20 قسمت اول بود که مثلا یه سریامون فقط یه سلام میکردیم و یه خدافظ. آره. این که محتوای برنامه رو اجرا نمیکردیم، خب خودت نمیافتی تو صحنه تو دوربین. پس این جا افتاد تو ما بعد 20 قسمت که این برنامه یه کانسپتی داره. اگه قراره تو این برنامه صدا بچ فکر کنم گوشید زنگ خورد. حل آره شد. اومد. خب پس بعد کانسپت رو رعایت بکنیم. یعنی خب وقتی اونجا شما موبایل تو ازت میگیرن واسه چی؟ واسه اینکه من نرم مثلا با رفیقم حرف بزنم، بیام راجبه مثلا X Y و هر دوست دیگه ای که اونجا هست بیام حرف بزنم. مثلا یارو اومده الان نمیشه خاله زنک، به مردی میگن جواب زنا رو میده و به جای زنش حرف میزنه و زنانه برخورد میکنه. برای مثال فلانی و فلان. اونم یه دیدگاه، دوست داره اون دیدگاه رو داشته باش. من چطوری میخوام بیام به زور به اون ثابت کنم که نه اینجوری نیست. کسی که یه نه به چیزی نظر من همینه. وقتی توی بحث مثلا من دارم با یه دختر بحث میکنم، شاهین رو من هیچ وقت نمیذاشتم، من دوست نداشتم دخالت کنم و خودش هم میگفت آقا بحث دوتا دختره، برای چی من میام دخالت کنم؟ اگه یه پسر اومد با تو صحبت کرد، با یه پسر بحثت شد، چشم من دخالت میکنم. ولی وقتی بحث بین دوتا دختره من هیچ صحبت نمیام. وقتی مشکل بین من، مثال با ماروق، اگه مشکلی پیش میومد، شاهین نمیومد این وسط بخواد کاری کنه. میدونی چی میگم؟ به نظر من آدمی که بخواد تو زنا باشه و بخواد تو بحث زنا شرکت کنه و تو دعوای زنانه باشه و اینا، من به این میگم خاله زنک، به همون که حرف ببره بیاره. قرار فصل 2 این برنامه رو بسازم. خب یعنی بله. بخوام یه نصیحتی بکنم به این دوستان عزیز، اینکه اونجا چیزی به اسم حریم خصوصی نداره و اینکه بحث منه، رابطه منه، نمیدونم حرف منه. دقیقا. نه، چیزی که قراره توی دوربین بیفته و پخش بشه و همه ببینن، پس یه چیزیه که همه میتونن راجبش حرف بزنن. اگه قراره چیزی راجبش حرفی زده نشه و اصلا پیش که چیزی نشه، پس تو نباید هیچ جا تو اون برنامه بیانش کن. دقیقا. وقتی یه چیزی اونجا بیان میشه از طرف کسی، یعنی اینکه هر کسی حق داره راجبش نظر بده. دقیقا من وقتی تو قسمت قبل یه جمله میگم، الان خودم اینجوریه که چرا اینو گفتم. من میگم رابطم به هیچ کدومتون ربطی نداره. من میگم که دیوونه دست از اونجا همه چی به هم ربط داره، چرا که اینا میگی؟ ببین خب اون به هر حال طبیعیه، تو میتونی اون جمله رو بگی رابطه من به کسی ربطی نداره، ولی خب کسی هر جوری دلش بخواد برخورد میکنه. دقیقا. و یعنی چه میدونم، ما نسبت به این چیزا خودمون مشکلی نداشتیم. حالا یه سری ها میان یه سری گارد ها میگیرن که بخوان یه کرهی بگیرن، اون دیگه از کرهگیری اوناست.
و یه نصیحتی هم من بکنم به بچه‌هایی که میخوام من عشق ابدی دو بچه به اون سادگی که فکر میکنید نیست، تو مخیاشو داره، بعدش به تراپی حتما نیازمند میشین. و اینی که میگیم ناراحتیم لفت میدیم، شما قرارداد دارین و حق لفت دادن ندارید. و خیلی چیزای اینجوری هست و اینا که میگم با خیلی ساده است، اینا چرا انقدر مثلا فلان این کارو کرد، میاد مثلا به من خودم میاد به من هیت میده، میره تو برنامه میبینه اصلا شاید داره خیلی بدتر من رفتار میکنه. اوکی من بد رفتار کردم، خود بدتر، یعنی تو اون موقعیت آدما با رفتارهایی که انجام میدن، چون اون تنشه هست، فشار روانیه هست، با کسایی زیر یه سقفی که مشکل داری باشون، نمیتونی ایگنور کنی، نمیتونی فرار کنی، نمیتونی جواب ندی، باید جواب بدی، باید باشی و اینا واقعا اونجا مشکل. ببین من یه دیدگاه دیگه دارم به این قضیه. یکی این که نمیدونم مخاطب چقدر دقت کرده به این موضوع. اسم برنامه شاید عشق ابدی باشه، ولی شما چقدر از رابطه عشق بین بچه‌ها دیدید و میدونید؟ برنامه داره به شما یه چیزای دیگه یاد میده، ولی شما یه سری چیزای دیگه میبینید. این مثلا داره به دقیقا. اینو یاد میده که چطوری یه سری آدمی که با هم دیگه 1001 مشکل دارن با هم دیگه کنار میان و از هم دیگه انتقاد میکنن و تو هر شرایطی، هر چقدر بد باشه خوب باشه، وقتی تو یه سری آدمو کنار هم نگه داری، اونجا با هم دیگه میرقصن، بازی میکنن، به هم دیگه انرژی میدن، تو سر هم میزنن و یه سری نکات مثبت و خوب داره. میدونی یعنی اون نکات مثبت و خوبشو به نظرم کسی نمیاد از دقیقا. بزنه من و میگم ببین جامعه ما یه چیز بزرگه و خب ما همه جامعه رو یه جا نمیتونیم ببینیم، آدمای مختلف رو یه جا نمیتونیم نگاه کنیم و عشق ابدی جمع جامعه بزرگمون توی یه جای کوچیک بود، آدمای مختلف، هدفهای مختلف، عقاید مختلف، احساسات مختلف و دیدگاه های مختلف و تو باید با اونا صحبت میکردی، باید نظراتشون رو به هم میگفتید. آقا من با سیاوش مشکل داشتم سر یه موضوع، شاید اونجا با هم زد و خورد میکردیم، صحبت میکردیم و باید به هم دیدگاه هامون رو میگفتیم و در موردش صحبت میکردیم. یعنی غیر از اون اونجا نه تو گوشی داری که سریع بکن تو گوشی، نه چیزی، مجبوری صحبت کنی، مجبوری دخالت کنی، مجبوری توضیح بدی. ببین خب دقیقا همون حرف هستیه. مثلا من اونجا حرف تاریخی زدم، به من گفتن که مگه اینجا برنامه تاریخیه؟ دقیقا داشتم همینو میگفتم. کسی قرار نیست این برنامه رو به چشم تاریخ ببینه، به چشم سیاست ببینه، به چشم این ببینه که تو بیای بخوای یه چیزی رو فرهنگ سازی بکنی یا از یه برنامه کانسپت داره، باید تو کانسپت برنامه رو رعایت کنی و یه سری حجمه ها وارد میشه دقیقا. که به نظر من این خیلی خوبه. این نشون میده که ما درست کار کردیم که مخاطب میتونه اون حس بد یا اون حس خوبه رو بگیره که حالا دوست داشته باشن ما رو، با ما لطف داشته باشن، تعریف میکنن، دوست نداشته باشن خب میزنن تو سره و این کاملا چیز طبیعی. یعنی نشون میده که جامعه همینه. من طرفدار خودم رو دارم، یه سری آدم ها منو دیدگاه منو درک میکنن، یه سری دوست ندارم منو، که خب به هر حال این چیز طبیعی. قرار نیست ما همدیگه همون جوری که ما اونجا همدیگه رو دوست نداشتیم ولی با همدیگه کنار اومدیم. دقیقا. جامعه دارم نیاز داره این یاد بگیری که ما نباید همه همدیگه رو دوست داشته باشیم، همه یه جوری رفتار کنیم که همه بخوان اصلا نمیتونی تو همه پسند باشی و و یه سوال ازت دارم، جان، به نظرت من آدم حسودیم؟ خیلی خیلی نه جدی. ببین به نظرم میتونی حسود باشی، ولی نسبت به چی، نسبت به چه موضوعی و نسبت به کی، اون بستگی. من خودم مثلا حسادت دارم، حسادت میکنم، ولی نسبت به چی و نسبت به کی؟ دقیقا. من تنها چیزی که حالا شاهینم در مورد من میدونه چون بیشتر منو میشناسه، من تنها حسادتی که دارم تو کاره، مثلا تو کار طراحی لباسم به شدت حسودم، تو کار مدلینگم به شدت حسودم و این حسادت هم باعث پیشرفتم میشه. یعنی مثلا حسودی میکنم، مثال میگم
فلان مدل رفیق من بوده، الان از من بالاتر رفته، بذار ببینم چیکار کرده، برای چی من نتونم این کارو بکنم، من میرم خفن ترشو میکنم. تو این حسادت دارم، ولی هیچ موقع تو رابطم حسادت نداشتم. حسادت داشتم مشاهیم به کسی نگاه نکنه، ولی ببین من فکر کنم تو برنامه اون قسمت های اولم میگم که حسادت به نظرم چیز خوبی، یعنی هر آدمی نیاز داره که حسادت داشته باشه، چون این حسادت باعث میشه که تو پیشرفت بکنی. حسادت با بخیل بودن یه چیز جداست به نظر، یعنی تو چش نداری موفقیت و خوبی کسی رو ببینی. به نظر من دقیقا. آسمون شهر به اندازه موفقیت هممون بزرگه و همه ما جا داریم که توش با هم موفق بشیم، با هم رشد بکنیم، با هم پیشرفت بکنیم. یعنی حسادت منم میشه گفت نسبت به کار خودم. من اگه میبینم یه آدمی بهتر از منه، اون واسه من انگیزه میشه که منم تلاش بکنم، نه اینکه بخوام با اون آدم صدمه وارد کنم بکشمش پایین. یعنی حسادت من این مدلی نیست آره که من مثلا حسادت میکنم ولی بهشم افتخار میکنم، تو خودم حسادت میکنم که به اون لول برسم. و اینا مثلا دارن میگن که آره تناز به پیشنهاد ازدواج حسادت کرد و حالش بد بود. همینجا جلو سیاوش میگم، من حال بدم. سیاوش دقت کنید قسمت قبلی داره به بهار الهه میگه که تنازی که هممون اومد گفت که حالش برش بده، برای که من تو زندگیم قبلا 6 7 ماه قبلش همچین تجربه رو داشتم و وقتی این صحنه رو دیدم یاد تجربه‌ام افتادم و حالم بد شد. سر درد و اینا من از حسادت نیست. اونجا من چه دردی داشتم از اول تا آخر؟ دندون دردم بود که رفتم درست کردم و این دندون درد داشت اونجا سرویس هم میکرد. من میخوابیدم، به زور منو میبردن سر تصویر، نمیتونستم از دردش اصلا صحبت کنم. ولی حقیقتا من اگه شاید یه ازدواجی میدیدم یه حسادتی میکردم، ولی اگر ازدواجی در کار بود. تکبیر، اللهم صل علی محمد. روانی همه جا هست و ما توی زندگیمون دچار از این روانی ها زیاد شدیم. تو زندگی هممون یه همچین شخصیتی وجود داره، داشته یا خواهد داشت و باید بگذریم ازشون. تو زندگی خیلی همون از اینا هست، میتونه دوست کناریت باشه، خانوادت باشه، فامیلت باشه. بله، آدم حسود زیاد داریم، ولی این یه کاملا از سوال دارم سیاوش، آه. الان از اسم تو خیلی ها دارن میرن بالا و با هیت دادن بهت میخوان که خودشونو بکشن بالا. اول که اومدن بحث زن ستیزی و اینا، خودشون از 10 نفر کتک میخورن میگن عشق تویی که اصلا دستت نخورده بهشون زن ستیز شد و کتک کاری، حالا کاری به اون نداری. میان در مورد اینکه چون سیاوش اونجا با کسی اوکی نمیشه گیه. من یه چیزی رو میگم حالا بعد توضیح بده. دلیل اینکه طرف نتونه فیک با یکی بره تو رابطه، فکر نکنم این باشه که چون گیه. اه، یه توضیح خیلی ریز میخوام بدم. یه دوست عزیزی یه جمله قشنگی میگفتش تا کونی نسوزه دهنی باز نمیشه. خدا آفر. رو شکر من تو همونجا صدا اوکی، تو همونجا صدا بد شد، دوباره بگو. داشتم میگفتم که یه جمله قشنگی هست، میگن که تا کونی نسوزه دهنی باز نمیشه. و خدا رو شکر من کارامو تو همون برنامه کردم. آدمایی که فکر میکردن خیلی زرنگن و میتونن مخاطب و خرفرز کنن، ما رو خرفرز کنن با بازیایی که میچینن و این داستانا، دستشون رو شد. اینکه این آدم رو بیان بگن که آره سیاوش اگه منو پس زد، اگه منو نخواست، اگه با من نیامد تو، اگه اینجا من هر کاری کردم یارو نتونستم بمالم، یارو منو نمالید، پس سیاوش گیه مشکل داره دیگه. نمیدونم، اگه من ندادم دست اونا، آره من گیه. و تو اصلا با این مشکل داری؟ مثلا الان داشتم گفتن که دوستت گیه، برای چی باهاش دوستی و فلان و اینا. من گفتم آقا انسانیت مهمه، گرایش طرف و من هیچ ربطی نداره. ببین اون یه همون جوری متولد شده، چیزی که خدا بهش داده. این که هر آدمی
شخصیتش قابل احترام. خب یعنی من کاری ندارم جنسیت آدما چیه، گرایش آدما چیه، مهم. من بیشتر به ذات آدما میپردازم. آفرین. و اینکه این دوستان این جمله رو میگن، خب حالا بگیم که آقا باش، بعدش چی میخوای بگی؟ و خب طبیعیه که اینا بخوان هی این موضوع رو بگن، بیان کنن، که از من ریاکت بگیرن، که من اسمشون رو بیارم، من بپردازم بهشون. ولی خب من اونجا پول گرفتم که حاضر شدم با یه سریا دهن به دهن بشم. اگر مهم. پولشون میدم آفرین منم. من دوباره باشون دهن به دهن میشم، جوابشون رو میدم. ولی غیر از این نه. حقیقتا من درگیرتر از این حرفام که بخوام وقتمو بذارم واسه پرداختم به اون دوستان عزیز و برن هر جا دوست دارن، هر چی دوست دارن بگن. من با یه سری آدمای دور و اطرافم در ارتباطم، اون کسایی که منو از نزدیک میشناسن، میدونن من کیم، چیم، گرایشم چیه. اون دوستانی هم که نمیخوان این حقیقت ها رو بپذیرن، طبیعتا مخاطب من نیستن، مخاطب اون دوستان هستن. پس منم واسه شون احترام قائلم. دقیقا. من کلا مثلا داشتم، من نمیدونم در موردش استوری گذاشتم یا نه، گفتم ببین ما هممون هر کدوممون یه شخصیتی داشتیم و هممون با هم متفاوت بود. دیدگاه عقاید همه چیمون هممون با هم متفاوت بود. یه سریا میان از دیدگاه من خوششون میاد چون مثل منن، یه سریا از تو، یه سریا شاهین. و خب هر کسی مثل، یعنی من وقتی یکی از دیدگاه و شخصیت من خوشش میاد مثل من برخورد میکنه، رفتار میکنه. از تو خوششون میاد مثل تو خودت برخورد میکنن. همون جور که حرفاشون اونجا همش قورباغه میشه، فناشون و کسایی هم که دوستشون دارن و طرفدارشونن همونقدر بیکار، همونقدر بددهن، همونقدر روانی. و اینجوریه که شاید بگیم که هیتای این سمت شاید اینقدر فوشه، اونور هیتا ببین، محترمانه این است. من یکم اینو نمیپذیرم. میدونی آخه فن اون آدمه، اون آدمه رو به طور کامل ندیده، که از خب نزدیک همون ندیده. شخصیتی که ساخته توی برنامه دیگه. اه، ببین من، یعنی چیزی که تجربه من بوده تا الان، به نظرم مردم خیلی احساسی هستن و یعنی توی یه صحنه امکان داره یه چیزی از تو ببینن بیان بعد تو بگن، توی یه صحنه بعد بیان خوب تو بگن، چون آره. در ارتباط نیستن. یعنی اگه همه این آدما با ما مثلا تو اون تایم زندگی میکردن و اون چیزهایی که ما از بک استیج دیدیم، اون صحنه ها و اون چیزهایی ضبطی که کامل ما گذروندیم و این آدما میدیدن، اون موقع میشه دقیقا. گفتش که مثلا این آدم هم مثل اوناست، یا اونا یا چه میدونم مثل ماه، یا این داستان ها. و من زیاد گارد خاصی ندارم نسبت به کسی یا فن کسی یا این داستان ها. به هر حال ما اونقدی زنده نیستیم به نظرم تو این دنیا، تا همینجاشم کار خاصی نکردیم که بخوایم وقتمون رو بذاریم واسه اینکه مرگ بفرستیم بر کسی یا کسایی. میتونیم خیلی قشنگتر زندگی کنیم. دقیقا. من حالا یه متنی گذاشتم تو چنل تلگرام، خب اونجا بیشتر با بچه‌ها صحبت میکنم. گفتم آقا من همینجوری یه تایم طولانی و مغزم و زندگیم این برنامه درگیرش شد تو ویلا و خب خیلی مشکلات ذهنی اونجا من پیدا کردم، خواب نداشتم، جسمی، روحی، نه همه چی اونجا آسیب بود. الان از اون برنامه اومدم بیرون و خدا رو شکر حالا این برنامه یه سکو پرتابی برای هدفهای من شده. و به جای اینکه من دوباره بخوام بیام بپردازم به اون روزایی که گذروندم و بخوام هی اونا رو توضیح بدم، فقط دوباره وقت خودم رو میگیرم و از این سکوی پرتابه نمیتونم استفادهم بکنم، نمیتونم کارم بکنم، نمیتونم به هدفم فکر کنم و همه درگیریم دوباره میشه همون تایمی که توی ویلا بودم و اتفاقاتی که اونجا افتاده. و اصلا دیگه نمیام در مورد صحبت کنم، استوری نمیذارم، چون خدا رو شکر داریم میبینین طرف داره به مجری برنامه میزنه که مجری برنامه هم جواب بده که وایرال شه. مجری برنامه یه آدم با شخصیت، یا آدم با اصالت، یا آدم هنرمند، آرتیست و با رزومه عالی
تو میخوای حتی از اونم بالا بری. هر کسی همون جوری که اونجا یه سری کارا کردم، بعد برنامه‌م یه سری کارا میکنم دیگه. من حرفی ندارم. دقیقاً. بعد جالبش این بود قبلش پرستو اومده بود یه استوری گذاشته بود که یه دیس ریزی مثلا به اون سمت و اینا. چون بعد همه اومدن مثلا یه سری اومدن گفتن که آره این داره پرستو داره با شما اینجوری میکنه و اینا. فرداش یه استوری اونا گذاشتن دیس به پرستو. مثلا پس ایشون هم با اونا بوده. میدونین فکر نمی‌کردن که انقدر بد باشن که حتی مجری هم بد باشه باشون. من یکم سلام علیکم. چطوری عبوسیا؟ نت برم درخشان برق میزنه. دیگه یه دوست دختر خوب که داشته باشی درخشان میشدی. ما گفتیم نیایم تو لایوتون مزاحم نشیم، بعد دیدیم اشکایم نت پایین برم. کامنت میکنم بابا بیا بالا بیا بالا، بودیم و عبوسیا هم هست که ما هم بیایم بالا. چه چه خبرها؟ خبر؟ هیچ. قربونت. خوبی؟ خوبه. خدا رو شکر، چند خدا رو ساعت شکر. پیش شما دیدیم. کلا عبوسیا رو من دلم براش زیاد تنگ میشه. خوب بود قربونت. پارتی؟ دل به دل راضی. بعد نبود جای شما خالی. به به. میلادم اونجا بود دیدیش؟ آره، امیرم اونجا. حساب خوش گذرونده و نشد بیایم درگیر بود. ای بابا، ای بابا. شاهین کار کرد بیرون بود و من هی تکستم شاهین خونه و سلام سر رفته بیا دنبالم و به اینجوری هی روش خوابم میبرد. چی میگه کامنت ها؟ چی میگه؟ شما که زیاد صحبت کردید. بیا کامنت با به. شاهین کارت کن برو با سیاوش. تو که خب تایپت موی فر و چه شبرونشی و چی بگم والا. یه واسه این حرفا خیلی دیره، میدونی؟ خیلی دیره، خیلی دیر. خیلی اسم دیره. داستانی بود که با هم دیگه نشسته بودیم، بعد تو گفتیم تناز شاهین میخواد، من گفتم متاسفانه. میدونید سر اون چه داستانی ما کشیدیم که آقا نمیدونم مگه دیس شیرینیه داری تعارف میزنی؟ من بابا منظورم اینه که متاسفانه یعنی شاهین میخواد. چه چیزایی از این حرف ما در نیاوردن. منظورش این بود که آقا به تو رو نظر من نمیخواد منو میخواد. به نظرم من حداقلش اینجوریم. من رفیقم جایگاهش یه جاست، پارتنرم جایگاهش یه جاست. کسی که به چشم رفیق دیدم به چشم پارتنر نمیتونم ببینم. یعنی دقیقا من واقعا حالا سیاوش هم شباهت زیادی با داداشم داره هم اخلاقی هم فیزی. آره داداش دیگه. ما یه دقیقه رفتیم بیرون یه سر کوچه سری نون بگیریم واقعا اومدیم این الان داداشی ها. گفتی یادم افتاد علی بود دیگه، اومد یه چیزی گفت، بعد اومد بوست کرد فکر کنم، بعد گفت همین داداشی. داداشی ها دوشیدنه آره بعد لباس دو خودش کندن و پوشیدن. آره. واقعا ولی روزای خیلی خوبی هم ساختیم تو اون ویلا. اذیت شدیم ها ولی همین که همو پیدا کردیم برای من واقعا جز بهترین خدایی اتفاق. ویلا، من که خودم شخصا خیلی چیزا یاد گرفتم، خیلی چیزا درس گرفتم و نظر من آره بیزن من بشیرم که برو آسیا رو ببینم. جانم. به. بیا نه ایتوشی بیا، یه بود تعارف نکن. آه. ایتوشی یکم خجالتیه. اوه بابا سولی میخوام سولی. ایتوشی چه چشایی داره. آره، اون تو تصویر نکن. نره یا ماده؟ ماده است. آره ماده است؟ آره. واسه ما یکی نره. بذار خب بیاریمشون، بذار بیاریمشون ببینیم از پشت تلفن همدیگه رو ببینن کاری میکنم. کانسپت بعدی عشق ابدی حیوانات. بیا ولی من بیشتر میدونی منتظر چی هم میدم به تو. بیارش تو، شلو بابا. یه میاوی بکن. سلام. چه یا ترسیده. ببینه. قهر نگاه کن بابا نگاه کن. بیارش بالاتر. میدید انگار اینا هم دیگه رو
کوری بابا. بعد با هم بذاریمشون توی اتاق ببینیم چی میشه. هم میدونیم بیشتر منتظر چیم سیا؟ منتظر چی؟ این که عشق ابدی فصل دومش شروع بشه و بعد دوستان جدید بیان از بازماندگان صحبت کنن، از حرفایی که ما الان میزنیم. ببخشید داره لیوان میندازه. نکن. ببین من نمیدونم حقیقتا، من زیاد به این چیزا فکر نمی کنم، نه ولی خیلی برای من جالب بود داری. به نظر من نکن بچه، به نظر من اینکه این برنامه ها داره ساخته میشه به شدت خوبه، واسه اینکه ما دقیقا. میتونیم یک محتوایی از خودمون تولید کنیم که خب این محتوا به هر حال واسه قشر جوون جامعه این برنامه ها یک فرصت هایی درست میکنه که دیده بشن و میفهمه من دارم حرف میزنم، هر چی آره جودشه الان داره میریزه. این دیوس هم از اون پایین نشسته اینجا چشاشو کج کرده داره نگاه میکنه. آره در مثلا من خیلی دوست داشتم اون جان سختم ساخته بشه، واسه اینکه اونم برنامه باحالی بود و یه برنامه دیگه هم خانه احتمالاً بسازم، دختر شایسته، اونم به نظرم باید جالب بشه. یه دونه توی کانادا داره ساخته میشه، چیزاشو دیدی؟ نه ایرانی اونم. یه دونه توی کانادا داره ساخته میشه، بعد یکی دو تا پست ازش دیدم که آقا همه چی آزاد. میدونی یعنی چی؟ همه چی آزاد. پنکه بعد همه چی آزاد، من داشتم به این فکر میکردم خب نگاه کن این یه برنامه، یک چیزیه، حالا با این کانسپتی که الان هست، بار اولم که هست تو این سطح، حالا ما هم موش آزمایشگاهی بودیم بکنم برای بار اول داریم میریم، بقیه یاد میگیرن که باید چیکار کنن. از نظر من فکر میکنم اونجا خیلی رک باشین و خیلی صادق باشین به ضررتونه، و هرچند که خود آدم بودن خیلی قشنگه ولی خیلی هم خودت باشی فکر کنم داستانه. من زیاد با این موضوع مشکل ندارم، خیلی سر همینم اتفاقا حمله کردن که تو نقشه میچینی، تو نمیدونم این کارو میکنی، تو میخوای دو به همزنی بکنی. خب برای منم اونجا میدونم که الان دوربین بالا سرم داره منو ضبط میکنه دیگه، منم بلدم برم مثلا تو دستشویی یا تو راپله که دوربین نداره بخوام حرفامو بزنم. دقیقا. خب من ترجیح دادم که آقا مخاطب اگه داره یه چیزی میبینه یه چیز قشنگی ببین، محتوا رو به طور کامل ببین. به هر حال همه آدما به نظرم خوب و بد دارن، اگه قراره یکی بد باشه قرار نیست من اونجا اوشگول باشم بذارم یارو هر کاری دوستاش بکنه. خب منم میتونم بد باشم، منم میتونم نقشه بریزم، منم میتونم پلن بریزم. خب این چیز کاملا عادیه. ولی خب من نشستم اینا رو زیر دوربین قشنگ انجام دادم، خیلی راحت یه سری پشت دوربین انجام دادم. اینم به هر حال خودش یه سیاستیه دیگه. به نظر من دقیقا. اون قدر حقیقت رو بدونه میدونه، اون کسی هم که نخواد بدونه میخواد خودش رو گول بزنه گول میزنه دیگه. به هر حال اونی که خوابه رو میشه بیدار کرد، اونی که خوشو زده به خواب هرگز. الله اکبر. کافه والا آره، ولی خب خلاصه از همینجا به اون کسایی که میخوان برن عشق ابدی 2 موفق باشی. موفق باشین میگم. چه آزمایشگاهی بودی. ولی بیشتر اون یکی که حالا برات میفرستم، پستشو برات میفرستم، پستشو برات میفرستم نگاه کن. طرف توی کانادا داره همچین برنامه رو میخواد ران کنه، دقیقا مثل لابایلند داره ران میکنه، همه چی آزاد. بعد خیلی جالبه برای من اون جایی که قراره همه چی آزاد باشه، بعداً دیدگاه ها و نظرات و حرفا چی میتونه باشه. یعنی ما هیچ کاری وقتی نکنیم دارم میگم همین الان شما با یه به اکیپ نظر من پاشید. اونجا سر این که کاناداه واسه اون اکیپ میان یه دونه منیجر سوشال مدیا میگیرن که بخواد جوای روانی و این داستاناشون رو کنترل کنه و یه روانشناسی چیزی میذارن واسه شون که بخواد اینا رو کنترل کنه، چون طبیعتاً بازخورد سختی امکان داره بیاد واسه شون. اونم برای ما ایرانی ها. آره یکم تو این زمینه ما خیلی
ببین مثلا یکم به نظر من مشکله ها، مثلا چه میدونم همین کارا رو اگه 4 تا خارجی انجام بدن همشون آدمای دوست داشتنیه. اصلا دقیقا الان همین برنامه ترکش رو فکر کنم چند تا سیزن درست کردن. خب بعد اسپانیایی چه برم؟ حالا اون یکی که هیچی، بعد شما همین داستان ترکش رو بری نگاه کنی، کامنت ها رو بخونی، همه اومدن نظر دادن، انتقاد کردن، قشنگ تو چارچوب ادب. خب حالا ماشاءالله این یکی ورژن چیکار میکنی؟ این یکی ورژن ایرانیشو که نگاه میکنی، هموطنای عزیز گلای توی خونه یه جوری مثلا کامنت گذاشتن، من یکی خودم پرام ریخته بعضی وقت. خب و یعنی واقعا میگم بعضی جاها اومدیم اونجا حالا یکم مسخره بازی در بیاریم و بگیم و بخندیم و اینا که حالا برنامه رو جذاب کنیم، که این حرفایی که روز جمعه هم من داشتم اتفاقا میزدم با تناز، فکر کنم اون قسمت از رو دستشون میگه در که این شوها که بازی کردیم داریم تو با نگار تو آشپزخونه این داشتن در مورد همون برنامه اینا صحبت میکردن و اینا همش تو زد بودیاش رفت و کات کنن. حالا کار به اون ندارم. بعد حالا ما اومدیم آقا برای جذابیت برنامه دو سه تا حرکت بزنیم، یه جوری داریم ریاکت میگیریم که من خودم اصلا باورم نمیشد. حالا حقیقتا برای من مهم نیست، اصلا برام مهم نیست اصلا، ببین به نظر سعادت تو این موضوع، ولی این همه ریاکت پشمام ریخته بود. این به نظر من کاملا چیز نرمالی، یعنی من اونقدر داستان سختی بهش ندارم، کاملا طبیعیه. واسه اینکه همون جمع بین 15 نفر 5 تا آدم داریم یه مدلی، 5 تا آدم داریم یه مدل دیگه. خب طبیعتا وقتی یه برنامه این همه بازخورد و بیننده میگیره، نظرات مختلف همینجوری زیاد و زیادتر میشه و به نظر من چیز اوکیه. یعنی تا خیلی از این آدما یه سری این شرایط ها رو تجربه نکنن، با یه سری آدما هم صحبت نشن، یه سری آدما نیان تو زندگیاشون بهشون ضربه رو نزنن، به درک یه سری چیزا نمیرسن. این به نظر من چیز طبیعی. ولی در کل تا الان به نظرم برنامه موفقی بوده نسبت به این بیومی که گرفته و بیننده لذت برده. وقتی انقدر بیننده حساس میشه رو ما که حمله کنه، بخواد بیاد کامنت بذاره، نظر بده و این داستان، یعنی ما ارتباط درستی با بیننده برقرار. حالا چه بیننده دوست داشته باشه چه نداشته باشه دیگه، تو کانسپت یک شو به نظرم مجموع تیمی، یعنی کل تیم ما چیز درستی بوده. واسه اینکه به نظر من اگر از اون تیم کسی رو بخوای حذف بکنی یه کس دیگه ای رو بذاری جاش، اشتباهه. یعنی من به نظرم منم باید موافقم. اینا همه درست بود. واسه اینکه اگه یه دوستی نبود، خب طبیعتا یه سری اتفاقا شکل نمیگرفت. خب ما چیکار میکردیم اون موقع؟ یعنی اینا از این نظر درست بوده، یعنی برنامه طبق کلا چه سیستم درستی پیش رفته. و اینکه الان کی داره روی اون سیستم و اون چیزایی که ما دیدیم الان داره یه جور دیگه بازی میکنه که یه چیز دیگه نشون بده و دیگه برمیگرده به اون آدمه دیگه. ولی بچه ها از الان بگم قسمت های بعدی یه جور هیجان داره. به نظر من اوج این برنامه که خیلی اتفاق داره توش دقیقا این قسمت 40 تا 60. اتفاقا من فکر کنم 60 به بعده. همینه دیگه. 60 بعد من 40 تا 60 رو بیشتر دوست دارم. من 60 به بعد اصلا دوست ندارم. 60 به بعدش خورده. یه دوستی زده سیاوش چرا ناراحتی؟ خوابم میاد، به خدا من اصلا تو خوابم خیلی حساسم. بابا یکم سیاوش همونجا نصف ضبط رو میرفت میخوابید دیگه، به ما محل نمیذاریش. به خاطر هم پر انرژی بود همیشه. آره. و خیلی خوب اون جاهایی که دیگه کم می آوردیم سیاوش رو باید کمکمون میکرد.
از همه طرف به بچه ها حال میداد، از این میشه تا اون میشه. برام خونه گرمی سیاوش یه برحال ما اونجا تلاشمون کردیم که همه لذتشون رو ببرن. اون که برد میگم که نبرد دیگه گردن خودش. دقیقا چی زدن یه خورده چی دوباره دادن یه چیزایی داریم بچه ها میپرسید که اگه قرار باشه در موردش صحبت بشه بذار من اسپویلش این دو سه تا کامنت جواب بدن. یکی نوشته اگه شما ای بابا یه چیزی گذاشتن رفت. اگه شما میام اگه شما رو بخونم میره بالا. میگه اگه شما کتک زدن ترانه رو تایید نمی کردید هیچ کس از تو تناز و شاهین بعدش نمیشه. چی شد؟ چی گفت؟ زده بود که شما اگر کتک زدن ترانه رو تایید نمی کردید هیچ کس از منظور شما دوتاستا میگه اگه شما دوتا تو اون وضعیت طرف منو نمیگرفتید و نمیگو یعنی کتک زدن ترانه حمایت نمیکردید کسی با تو مشکلی خب نداره. یه دقیقه بذار من اینجا یه نه، چیزی یه دقیقه. میگم. به نظر من شما نگو الان بذار من یه چیزی رو توضیح بدم. ببینید اولا یه داستانی داریم که شما دعواهای ما رو ندیدید تا اون زمان، یعنی واسه ما اون دعوا و اون جر و بس و اون توناژ صدا کاملا چیز عادی بود و یه چیزی که ما بهش عادت داشتیم. بعدم کتک زدنی در کار نیست. حالا درسته تو ویدیو صدای اون دوستمون قطع شده، صداش نمیافته، ولی یه مکالمه ایه که اون داره به من میزنه به پای من میگه تو بغل من نشین اگه صدام ناراحتت میکنه، منم اینجوری هم که تو بغل من نشین اگه صدام ناراحتت میکنه. و این کاملا یک بحث خیلی نرمال. این که حالا شما بزرگ شردید و این داستانا، این دیگه برمیگرده به اون کسی که خاص اینجوری جلوه بده. و میدونی مثل میمون که مثلا منم قسمت آخری که پخش شد میومدم میگفتم کجان این فعالان حقوق حمایت از مردان، به من تعرض شد توی یک برنامه نمیدونم منو مالیدن و این داستانا. ولی واقعا اگه برعکس این اتفاق میافتاد، اون روز عالی بود. واقعا اگه برعکس این اتفاق میافتاد باور کن الان تو اینستا منو جر واجر کرده بودن که این یکم زشته. میدونید دقیقا ما دنبال حقیقت نیستن، یعنی اگه یه دختر یه کاریو انجام بده چون تصویر زیبایی داره یه دختر انجام داده مشکلی نداره، ولی اگه یه پسر یه کاری انجام بده اون مشکل داره. میدونی این که یه بخشیش هم میزنه به نژاد پرستی. حتی میدونی مثلا اوکراینی اگه داره بوم میخوره سر اینکه بلونده و چشاش رنگیه آخیه، ولی مثلا اگه اون بچه تو افغانستان داره بوم میخوره دیگه حالا مثلا اونا چیزی ندارن دیگه، بوم خورده دیگه. این دیدگاه به نظرم یکم زشت. آره ای بابا اصلا نگاه کن نه دیگه دستت خورد تو صورتش چرا قبول نمیکنی؟ ببین اینکه دست من سایش داشت با صورت اون آدمه صورتش هم نبود. آخه نگاه کن اینم الان دارم میگن طرفداری از اول برنامه تا اینجای به نظرم برنامه دوباره بحث رو باز نکنی. برای چی طرف رو گنده میکنی؟ برش این زدنی در کار نبود. به هر حال اونجا 10 تا دوربین برنامه بابای منم نبوده که من بخوام یکیو اصلا بزنم. یه سری چیزا مثل همین دروغی که دروغ چشمه، اگه همچین چیزی بود الان برنامه پخش میکرد، یا اگه کتک خورده بود سیاوش اخراج میشد. من فقط در همین حد بهت بگم دوربین هزار تا جهت رو داره میگیره. این یه داستان دیگه. دوستان عزیز اگر کسی اینجا واقعا فکر میکنه که کتک خورده و در حقش اجحاف شده و خشونت فیزیکی علیهش بوده میتونه خیلی قانونی شکایت کنه، دقیقا میتونه این کار رو انجام بده. آخه میدونی الان یه طوری هم شده بعضی اوقات میخوای در مورد بعضی مسائل که صحبت کنیم بعضی ها انگار نمیخوان که قبول کنن. خب بحث این نیست که کی خوبه کی بده. بعضی اوقات در مورد یک مسائلی میخوای شفاف سازی بکنی، یه چیزایی رو روشن کنی،
ولی نمیخوام قبول کنم. به خاطر همین خیلی صحبت ها میخواستم اتفاقا بکنم. بعد وقتی دیدم آقا ببین به فاز نظر قبول کردن، وقتی یعنی قبول کردن نه فهمیدن یا همه متوجه در مورد شدن حرفاش حرف نداره. نزنیم به اون. آره در مورد اون بنده خدا صحبت میکنم، بخاطر همین دیگه اونم فقط ببین اون که خودش ولش کن. میشه هویتی نداره، از هویت ما بالا میره. اونو کاری خب نه در کل، ولی یه برنامه‌ای داره پخش میشه. آبجی میگه ولش کنی الان دوباره زنگاش شروع میشه. یه برنامه‌ای داره پخش میشه. کلی هم دلتنگ تا آبجی. کارگردان طبق یک داستانی و دیدگاهی که داره یه سری تصویرها رو پخش میکنه و به نظرم شما از اون صحنه و از اون برنامه لذت ببرید، خودتون رو اذیت نکنید، چون واقعا اگه موضوع اذیت کنید و داستانداری قرار بود شکل بگیره، خیلی آدم ها اونجا و خیلی تیم ها بودن که بخوان دخالت بکنن. آها حالا گفتی تیم، خیلی میگن تیم الله تیم تیم. اکبر. حالا بذار من از اون جایی که ببین اه، یه بخش اینو من رو قطع کنم، یه برو. جمله بگم برم بخوابم، چون قبلش فقط بخوام گوشتم. من گوش من مور گربه رفته تو دهنم یه لحظه. من خیلی حرف ها میتونم بزنم و خیلی چیزها میتونم بگم، خیلی حاشیه ها واسه یه سری دوستان بخوام ایجاد بکنم که حاشیه کاملا درست، ولی من قرار نیست این کارا رو بکنم، واسه اینکه باید بیننده این برنامه رو ببینه، از تصویری که داره میبینه لذتش رو ببره و اگر نیاز بود من میام آخر این برنامه که تموم شد یه چیزی رو توضیح میدم. من قرار نیستش با ترحم به بیننده خط بدم و بخوام یک جو ایجاد بکنم. حداقل من آدم اینجوری نیستم و تیم و این داستان ها معلوم میشه. میدونی من اون جایی که ته بازی رو میدونم، خبراش رسیده، اتفاقاشو کامل میدونم، این حرفه یه داستانایی داره واسه، ولی من اگه بخوام بیام الان حرف بزنم خب اون موقع هیجان برنامه نمیمونه. دقیقا. دقیقا این برمیگرده به این درست داستانی که من دارم الان یه سری فوش میخورم و یه سری ها که آره تیم اینجوری بوده و اون داستان ها، ولی فدای سرت، به هر حال مشکلی ندارم من با این موضوع، منم ولی از این مشخص میشه. بابت آخه داره خندم میگیره. نگاه که ماها که خودمون خیلی چیزا رو میدونیم خب، و من خیلی جاها حرف نزدم. خب بعضی اوقات توی برنامه مشخص شد گفته شد، نگاه و توی ادیت حالا گذاشته شد نذاشته شد نمیدونم که آقا توی برنامه من صحبت کردم گفتم آقا سیاوش رو میشناسم، ماهرخ رو میشناسم، پیکسی رو میشناسم، سفدار رو میشناسم، اینا همه رو توی برنامه گفتم و همه هم میدونستن. خب ولی از اون تایمی که پیکسی اومد و من خانم صالحی برداشت پرسید که نظرتون چیه، من گفتم خیلی خانم سکسی هستم، که در اون صورت که من تازه به اون رفیق پسرمون دیگه همین حرف رو میزدم و اخلاق منم اینجا خیلی فهمیدن که چطوری سعی میکنم با کلمات انرژی بدم، انرژی بگیرم. بعد خب کسی نمیدونست که آقا من پیکسی رو میشناسم. هیتا شروع شد، چه هیتایی هم شروع شد، رفتیم جلوتر تا توی یکی از قسمت‌ها اونجا من دارم میگم بابا من که پیکسی رو میشناسم و فلان و با هم کار میکنیم. بعداً تازه اونجا گلای توی خونه متوجه شدن که بابا من پیکسی رو میشناختم. خب پس نمیتونستم من حرفی بزنم که اون هیجان برنامه از بین نره. بعد شما نه اگه من بیام همون اول اسپویل کنم میگم بابا من پیکسی رو میشناسم، خب این دیگه هیجان برنامه از دستت میرفت دیگه. اون هیتا رو ما نمیداریم، ما مجبور شدیم اون هیتا رو بشنویم، بخونیم، حرفی نزنیم. و خیلی چیزای دیگه امثال اینها هست که الان نمیشه صحبت کرد. نیاز باشه آخر برنامه در مورد خیلی چیزا میشه صحبت کرد، ولی از الان انقدر قضاوت نکنید. آره خلاصه که دمتون گرم، همتون دیگرتون داشتنی هستید، مواظب خودتون باشید. هم شب همینجور بخیر. عزیزم، شبت بخیر، خوابای خوب خوب ببینید. خوب قربون. بخورید، شبت بخیر. خداحافظ. خداحافظ. آبجی چی نوشته؟ زده بابا شاهین کنار من بود کسب رو بستیم. بچه ها تو من میدونستم. نه من تو شما رو نمیدونستم. الان اینجا هم آبجی نوشته که ما کنار هم بودیم کسب رو بستیم. بچه ها
در مورد من حقیقتا میخواستم یه ویدیو بگیرم و توضیح بدم. حالا چرا میخواستم الان توضیح بدم؟ چون تا اینجا برنامه خیلی ثبت کرده بودم که ببینم آیا میذارن چیزی از حرفای من و حرفای بچه ها که من کیا رو میشناسم یا کیا رو نمیشناسم. من همونجور که توی برنامه به همه گفته بودم و همونجور که تا این قسمت متوجه شدید خیلی جا پخش شد که آقا من سیاوش رو میشناختم، پیپسی، ماهرخ، سفدا، اون دوتا فقط من اونجا گیر آورده بودم، من هیچ کس رو نمی‌شناختم. قانون دستی فراموشن، اون دوتا دوست نوجوانمون که این آخر کار اومدن، اینا همه رو من میشناختم و اینها همه از طرف من اومدن. و جالب اینجاست که حالا ما نمیگیم آقا یه استوری بذار تشکر کن به خاطر اینکه ما شما رو معرفی کردیم به آبجی گلمون که کست این داستان با ایشون بود و ایشون آبجی به ما گفت که میتونی تو این قسمت کمکم کنی، کنارم باشی، اینا رو هندل کنیم. من گفتم چشم آبجی، کی از شما بهتر. و ما نزدیک 30-40 نفر 50-60 نفر نمیدونم اینا رو اد کردم به این داستان. حالا کسایی که انتخاب رفتن مسابقه و انتخاب شدن این دوستان بودن تا فکر نکنم و 100% کیا میدونم. نه و من نمیدونستم از بین 30-40 نفری که من اد کردم به این داستان کیا میان، ولی خب من خودم اینا رو فرستادم. ماهرو، سفدا، پیپسی، سیاوش، این دوتا دوست نوجوانمون که آخر کار اومدن، اینا همه رو من خودم فرستادم. حالا دارم میگم نیازی هم نبود که بیاد تشکر کنن و از این حرف، اصلا دنبال همچین چیزی هم نیستم. ولی جالب اینجاست که تا اینجای برنامه دیدید که این دوتا نوجوان ما نه چیزی دیگه میخوام بگم لطفا. تا اینجای برنامه که ما اصلا با اینا هیچ مشکلی نداشتیم، ولی از بعد ورودشون به برنامه دارم به ما میزنن. اینم خیلی برای من جالب بود. حالا مهم نیست، حداقل میتونستن اخلاق حرفه‌ای خودشون رو حفظ بکنن، کارهای بعدی، پروژه های بعدی، اصلا مهم نیست. و اگر تا اینجا برنامه هم حرفی از این داستان نزدم به خاطری که جذابیتش برای شما کم نشه. خدا رو شکر که اونجا اولا به همه گفته بودم که من کیا رو میشناسم، با کی همکاری داشتیم که همکاری نداشتیم. من از کسی تقلید نکردم دوستان و اصلا کاری که من تو قسمت بعدی سورپرایز میکنم زمین تا آسمون فرق داره و توی همون قسمتی که اون سورپرایز اونا فیک مال اونا رو افتاد، خود طرف میگه تنها داشت میگفت که من میخواستم زودتر انجام، چرا مال من انجام ندادم. و من خیلی قبلش گفته بودم، بعدش هم با عوامل بحثم شد که آقا من یک هفته پیش میخواستم فلان کارو کنم، امروز فردا کردین با من، چه فرقی داره؟ که گفتن که خب فردا. گفتم من دیگه نمیخوام، من خواستم مثلا اولین نفر این کارو بکنم. گفتن نه دیگه فردا اوکی و سورپرایز. اصلا شما سورپرایز بدونید چیه؟ این از این قسمت. خب یهو میپرید صحبت میکنم، صحبت هم فراموش، حرفا هم فراموش میکنم. دست تو و بالا قانون دست فراموش نکن لطفا که گلای توی خونه هم یاد بگیره. خلاصه این از اینجا. چیز دیگه بود میخواستم بگم. آره بگم. و البته که اونجا شما داشتی با سیاوش صحبت میکردی در رابطه با این که میگن آقا خاله زنک و اینا. البته که من اصلا برام مهم نیست کی چه حرفی میزنه. خب شاید منم خودم بودم اصلا همین قضاوت رو میکردم، چه به درست چه به غلط. ولی عزیزا ما نرفتیم اونجا تخمه بگیریم بشکنیم همدیگر رو نگاه کنیم. ما رفتیم اونجا رابطه های همدیگر رو به چالش بکشیم. ما رفتیم اونجا ببینیم آقا کی چه باگی داره، بتونیم رو کنیم، بگیم آقا تو همچی باگی داری، به چالش بکشونیم همدیگر رو. چرا حضیر بدیم بره بیرون. مسابقه است اینجا رقابته و تا به این دید نگاه نکنید هیچ موقع متوجه نمیشید که چرا فلان کس فلان کارو کرد. هر کسی یه استراتژی خودشو داره. ولی تا اینجای برنامه رک بودم، صادق بودم، همیشه هم همینم. حالا یکی حال میکنه یکی حال نمیکنه. سعی کردم به کسی بیادبی نکنم، داد و بیداد نکنم، دعوا را نندازم، احترام همه رو نگه دارم. و این که حالا هر کسی هر حرفی میزنه، هر نظری میده، هر کامنتی میذاره، دمش گرم. اونایی که عشق میدن سعی میکنیم عشق بهشون بدیم، خیلی هم دوستشون داریم. اونایی هم که کامنت منفی میذارن، هیت میدن که نصفشون هم مشخصه، دمشون گرم. پستا میفته اکسپلو از اون طرف، دمشون گرم. خلاصه که خیلی عشقید، خیلی دوستتون دارم
همیشه سعی کنید به چشم یه مسابقه اینو نگاه من کنید، پیج نه اینکه بخوام عزیز شما مثلا داری هی کامنت میذاری واسه من پشت سر هم 1000 تا فوش، در حین کامنت گذاشتن 200 بار اون ریل واسه شما آپدیت میشه و شما میبینید و شما به من ویو میدید و همین کامنت هایی که به من میذارید باعث میشه این کامنت های من زیاد بشه و اینستا تشخیص بدید من چقدر کامنت میکنم چقدر ویو میکنم و من بیشتر ببرید. ممنونم از تو، تا یه فن واقعی هستی، خیلی دوست دارم. دوست به کلت نداشتم. و چند تا از نمونه کارا رو هم بهتون بگم. مثلا کار خانم دنیا دادرسان که داره انگار عروسی میکنه با یک مدل آقا، اون مدل سیاوشمون هستش و چندین سال پیش میشناختمش. موزیک ویدیو آقای شهاب‌تیا، آخرین موزیک ویدیوش دقت کنیم ماهرخ اونجا بود و کنار ماهرخ خانم نوجوان الهه خانم هم اونجا بودن. حالا استفاده آقا من دارم میگم نگو، اشکال اصلا نداره، دوست ندارم در مورد کسی الان همین 10,000 نفر اشکال نداره، دوست ندارم، نمیخوام صحبت باشه، همین اسم اخلاق بدشه دیگه. نه یا اسم نه یا خلاصه اینا همه هستش. بعد این که خیلی حرفا، خیلی دروغا، خیلی استوریا در میاد، من فقط میخندم، خندم میاد. حالا چون شما خیلیاتون خیلی چیزا نمیدونستید قضاوت میکنید، ولی خب میگم داخل برنامه من خودم شخصا به همه گفته بودم، همه میدونستن و داخل قسمت‌هایی هم که رو به جلو میریم اینا همه در اومد، پخش شد و به خاطر همین دارم الان صحبت میکنم. اگر ازش صحبت نمی‌کردم که خدای نکرده جزء اسپویلا به حساب نیاد. ولی کسایی که همو میشناختن و به ماها نگفتن و همه ما گول خوردیم اونجا، مشخصه این که تیم میکنن، تیما اگه دقت کنید مشخصه در رابطه با این داستان که تیم میکنن. اینو الان نه، جلوتر یه 20 قسمت 30 قسمت جلوتر کاملتر توضیح میدم که متوجه شین. البته که هر چیزی باید به تایمش صحبت بشه، توضیح بدیم. مثل همین داستانی که چند روز پیش من یه ویدیو آپلود کردم داخل یوتیوب، مال اون بنده خدا بود که 1 ماه پیش صحبت کرده بود. زشته دیگه. حالا من که نمیخواستم اون وایس رو بذارم، ولی خب وقتی که من نمیام چیزی نمیگم، این حرکت داغون رو میزنی، حرفی نمیزنم، میای با احساسات مردم بازی میکنی، باز میای جلوتر صحبت میکنی، میای از آب گلالود ماهی بگیری، ویوت اومده پایین، میخوای بیای قاطی استوریا و قاطی بازی بشی، میای این حرفا رو میزنی، باگ مغز من چیه، باگ مغز من فلانیه، اون یکی برای چی حذف شد، اون یکی چرا حذف نشد. من مجبور شدم این وایس تو بذارم. خب اگر نه من دنبال شما نیستم، من اینجا درگیر کارهای خودم هستم. حالا چند تا ویدیوی دیگه هم هست، اونها رو هم میذارم. اینها به خاطر این نیست که بخوام کسی رو خراب کنم، نه، اینها به خاطر این که میخوام خیلی چیزا شفاف سازی میکنم. حالا هر کی دوست داشت میفهمه، هر کی دوست داشت متوجه نمیشه. کلی هم دوستتون دارم. ما اومدیم توی لایو تناز و یه چند تا کامنت هم جواب میدم، بعد من میرم تو رو با گلای توی خونه تنها میذارم. نظرت راجع به نظر خاصی نظر تولدت مبارک تیارا. آقا شاید میشه بگی تناز. من مثل تناز بلد نیستم صدا بزنم، ولی من مستنگم تناز اینجوری میگه. از تناز هم نمیگم، میگم بابایی. یه بچی زود شاید تناز رو بروش بیرون. نه دیگه لب بگیری کار ماها نیست که جلو دور بی. من اینجوری بچه من اونجا دوباره یه ماچ میکردم رو من فراموش خجالت میکشیدم، اینجوری میکردم و اسم و داستان در میمن. اونا رو کسای دیگه این کارا میکنن، جای ما نیست. هوا عالی. بذار ببینیم یه چند تا کامنت جواب بدیم. من برم یه بارم ریالیتی شو یعنی هر اتفاقی که در زمانش میفته و هر ریاکشنی که واقعی، همه چی واقعی اتفاق میفته. هیچ سناریویی نداره، هیچ فیلمنامه نداره، هیچ سناریو فیلمنامه‌ای نیست. ولی من و یه بنده خدای اگه بعضی اوقات یه کارایی میکردیم به خاطر جذاب شدن برنامه بود که متاسفانه من فکر نمی‌کردم با این همه واکنش مواجه بشم.
باختم منم باختم. باختم ولی فدا سرتون، فدا سر تک تکتون، فدای سر تک تکتون. انشالله آبجی زده چی زده، تنها بازیگر اون جمع شایم بود. آبجی رفت تو پاچمون، اومد این برنامه رو جذاب کنیم، یه جوری رفت تو پاچمون که به غلط کردن افتادیم. میگه کاش دعوا میکرد میزدی هم دیگه. خدا خیرتون. به خدا ولی اینم بهتون بگم خیلی بازم با وجود اینکه شخصیت‌های متفاوتی اونجا هست، بازم ماها نسبت به عربا و ترکا و اینا که خیلی گذاشته بودن خیلی بهتریم، برید ببینید اونا رو، من خیلی ندیده بهترین. بودم. شما خیلی برید خوشم. اینجا رو ببینید، میگیرن میزنن هم دیگر رو، فوش خار مادر میکشن. ماها خیلی خوب بودیم، خیلی با ادب بودیم، یعنی بی شخصیت ترین ما میشه با شخصیت ترین اونها. دقت کنیم بریم بخوابیم فردا. یکی میگه بابا تناز اوکی همه چی، ولی کاش دست گلت مثل شبیه اون بنده خدا نبود. بابا اینها رو ما فقط یه سفارش میدادیم از بقالی سر کوچه میومده، همه چی شبیه هم بود اونجا. اینقدر الکی به چیزای من دوستم انتخاب کنیم. با هم زندگی میکنید. بله با هم دیگه زندگی میکنید و همینجا از تناز عزیزم تشکر میکنم به خاطر آویزون بودنش. دور سرت بگردم که تو آویزون بودی و نشون دادی که تکبر بودن و با معرفت بودن و متعهد بودن یعنی آویزون. مرسی، همیشه همونقدر آویزون بودی. من میرم شما رو با این عشقا تنها میذارم. شب خوبی داشته باشه. آبجی دورت بگردم، شبت بخیر. من بی جنبه ذوقی. بچه ها خیلی خوشحالم که دارمتون. از تعداد آدمایی که توی لایو بود مشخصه که خدای کی بعد با 700 نفر تو لایو میام فوش میدن که به این تعداد برسم، واقعا کار درستی نیست. دوستتون دارم. شبتون بخیر. امیدوارم که بتونم که همونجور زود به زود براتون لایو بزنم که با همتون ارتباط بگیریم. ولی بیشتر من توی تلگرامم، چنل تلگرامم، تو باشگاه اینا با بچه‌ها لایو استریم میرم. شبتون بخیر.